در این ویدیو به نحوه عملکرد انتقال قدرت نوع CVT خواهیم پرداخت. همونطور که تولید کنندگان خودرو در تلاش برای رسیدن به سطح نوینی از بازدهی سیستم‌های تولید قدرت هستند، CVT ها نیز در این بین چهره نوینی در بین قطعات خودرو پیدا کردند. حالا بیایید کمی با نحوه عملکرد این سیستم آشنا بشیم. از اجزای اصلی یک CVT به طور کلی تورک کانورتر، کلاچ الکترومغناطیک، سیستم متغیر حرکت به جلو و همچنین عقب، کمربند فولادی، دو پولی غرغره‌ای و مجموعه دیفرانسیل هستند. سیستم CVT با استفاده از یک چیدمان غیر پله‌ای به صورت مدام نسبت دنده ها رو متناسب با حالت رانندگی و به صورت لحظه‌ای تنظیم میکنه. هنگامی که فرمان توسط بخش کنترل الکترونیکی صادر میشه، سیستم هیدرولیکی شیرهای متغیر رو باز و بسته میکنه که با این کار توانایی ایجاد نسبت دنده های بی‌نهایت رو به این سیستم میده. در CVT های حلقوی گشتاور موتور از طریق تورک کانورتر به ورودی گیربکس منتقل میشه. گشتاور محرک از یک دیسک ورودی یا مخروط وارد مجموعی از غلطک ها میشه قبل از اینکه از دیسک خروجی به بیرون بره. در این مثال سرعت دیسک ورودی ثابت میمونه. تغییر سرعت غلطک ها به صورت یکپارچه سرعت و گشتاور خروجی رو تغییر میده. همونطور که گفته شد، مکانیزم CVT میتونه نسبت دنده های بی‌نهایت رو به وجود بیاره. شاید براتون جالب باشه که بدونید دنده عقب چگونه توی این سیستم اتفاق میفته. برای رسیدن به این هدف از یک مجموعه دنده سیاره‌ای توی این مکانیزم استفاده میشه. ابتدا با اجزای این مکانیزم آشنا میشیم، سپس به بحث دنده عقب میپردازیم. شافت ورودی به دنده خورشیدی متصل میشه. کریر یا همون قفسه به پولی ورودی فیت میشه. یک مجموعه دنده هرزگرد نیز با قفسه یکی شده. اگر دنده رینگی به عنوان دنده ورودی بچرخه، قفسه ها هم به همراه اون شروع به گردش با سرعت یکسان میکنن. این در صورتی امکان داره که دنده خورشیدی رو به دنده رینگی وصل کنیم. برای این کار از یک مجموعه کلاچ استفاده میکنیم. با این کار دنده رو به جلو شکل میگیره. حال با استفاده از مجموعه دوم کلاچ دنده رینگی رو ثابت می‌کنیم. نتیجه کاملا متفاوت خواهد بود. این عمل باعث میشه که قفسه برعکس بچرخه. برای این کار مجموعه کلاچ شماره 1 رو آزاد و مجموعه کلاچ شماره 2 رو درگیر می‌کنیم. و نکته جالب اینه در حالت دنده عقب یک CVT میتونه نسبت دنده های متفاوتی به مانند حالت دنده جلو داشته باشه.